سلام علیکم به همه بانوان و اپا و خواهران عزیز. انشالله که هر کجا این کره خاکی هستید خوب و تنصیحت باشید. راستی پیش از این که میخواستم همین کانال رو شویم، خیلی کانال های بانوان تاجیک چی قدیمه و چی نو کشادگی را نگاه کردم. کمتر اول شک و شبه کردم. با خودم گفتم که آخر اونا خیلی اسباب روزگار دارند و من نه. برای همین بعد گفتم که کی کانال من رو میده باشد، یگون کس میده باشد. برای همین چند وقت باز ویدیو نکردم، لیکن بعد گفتم که الحمدلله به همه نعمت های پروردگار، الحمدلله که اویله خوب دارم، فرزند سالم دارم، همسر بهترین دارم. انشاءالله دوستان بهترین هم پیدا میکنم. همش آیسته آیسته خوب میشه. من نو بررسی آمدم، در اینجا تنها هستم و یگان دوست ندارم. با خودم گفتم که کانال خودم رو میکشایم و دوستان بهترین پیدا میکنم. شاید برای کسانی که با مثل من نو زندگی رو سر کردن، به غریبی اومدن، نو اومدن، یگان موتیواسیون می شود. دوستان و خواهران دیگر به من یگان مصلحت میتین در امور زندگی. خلاصه همین خیلی گپ ها. امیدوار هستم که کانال من رو دستگیری میکنید، پادپیسات میکنید، لایک میکنید اگر که معقول شود انشالله، و اینکه ولاگ ها و ویدیوهای بهترین میشه انشالله در این کانال. بعضی خوراکایی که دربارش کمتر شنویده باشید شاید میپزم انشالله. خلاصه همه گپ ها که انشالله که دوستان بهترین میابم و با من مصلحت میدهید و برای نومادران و کسانی که در غریبی نو آمدن موتیواسیون میشود. کامنتاری های خوب می نویسید، مرا رو افتاده نمیکنید انشالله. پیش و پیش تشکر زیاد به همه دستگیریاتون، اپا و خواهران عزیز. در پناه الله باشید.